سلام. بعد از اینکه به رغم تمام توطئه‌های رژیم آخوندی گردهمایی سالانه مقاومت و اجلاس جهانی ایران آزاد برگزار شد، تلویزیون خامنه‌ای برخلاف همیشه ابتدا لالمونی گرفت، چون بدجوری خورده بود و ابعاد برگزاری برنامه و کیفیت اون در حدی بود که هر طور بهش نزدیک میشد دل بسیجی‌ها بیشتر خالی میشد. اما بعد چند روز که گذشت دیدن نه، این گردهمایی امسال یه طوریه که هرچی میگذره آثارش و انعکاساتش بیشتر میشه و از اون طرف هم فعالیت‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت با سفر به ایتالیا ادامه داره و اگر خلاصه قضیه رو ول کنی روی بدنه سپاه و بسیج تأثیر خوبی نداره. به همین جهت بعد از 11 روز که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کلی کار کردن، یه گزارش 3 دقیقه‌ای در آوردن که به عنوان مسکن به بسیجی‌ها روحیه بدن. بر اساس تصاویر و گزارش‌های رسیده به خبرگزاری صدا و سیما، در تجمع سالانه منافقین در فرانسه بیش از 3/4 جمعیت از پناهجویان کشورهای دیگر بودند. حضور چند ملیتی ها امسال پررنگ‌تر بود. یک منبع آگاه میگوید شرکت کنندگان تجمع امسال 160 نفر با ملیت سوری، 150 نفر پناهنده افغانستانی، 175 نفر اتباع کردی، 105 نفر عراقی و 1850 نفر اوکراینی بودند. مجموعه ایرانی هایی هم که منافقین توانستند با تبلیغاتشان از سراسر اروپا به پاریس بیاورند 290 نفر بود که البته 185 نفرشان اعضای رسمی منافقین بودند. دیدگاه فاشیستی رژیم در همین سناریوی باسمه‌ای بیرون میزنه، اونجایی که هموطنان کردمون رو از ایرانی جدا میکنه. اولا شماها در موقعیتی نیستید که در مورد ایران و ایرانی نظر بدید، چون ضرباتی که رژیم آخوندی به ملت ایران زده رو هیچ دشمنی تا به حال تو تاریخ به ملت ما نزده. اتفاقا هموطنان کردمون مثل همه ملت ایران برای آزادی ایران ایستادن و دارن هزینه میدن. اما در مورد اتباع کشورهای دیگه، جدا از این که معلوم نیست چطوری اونا رو اینقدر دقیق آمارگیری کرده، نه هم پهپاد داشتن یا با مستعان شمرده، اما نکته اینجاست که خیلی کم گفتی، چون بیشتر از اینا بود. ببین، یه قلم فقط 3600 تن از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف حمایتشون رو اعلام کرده بودند و توی همون جلسه این حمایت‌ها رو تقدیم کردند که این نمایندگان هر کدوم منتخب چند صد هزار نفر توی کشورهای خودشون هستن. بعد توی اون اتباع خارجی که گفتی، شاید گزارشی که دستتون رسیده خیلی دقیق نبوده، چون یه سری هم اتباع آمریکایی بودن که مثلا یکیشون معاون رئیس جمهور بود، یکیشون وزیر خارجه بوده قبلا، 2 تاشون مشاور امنیت ملی بودن، فرمانده ناتو بوده. بعد اتباع ایرلندی داشتیم، نخست وزیر، اتباع اسلوونی داشتیم، نخست وزیر، اتباع رومانی داشتیم، نخست وزیر، کوزوو، نخست وزیر. از اون اوکراینی هم که گفتی 2 تاشون نماینده پارلمان بودن، 2 تاشون هم قبلا نخست وزیر بودن تو همون کشور که اتفاقا همین چند وقت پیش تو پارلمان این کشور یک قطعنامه تحریم علیه رژیم آخوندی تصویب کردند. Я також хочу сказати вам, що наш парламент місяць назад прийняв резолюцію і ввів найжорсткіші санкції проти іранського режиму. У нас весь парламент проголосував одностайно. У нас на наступному нашому парламентському засіданні в Україні буде розглядатися ще один документ, який підготовлений, до речі, Григорієм Немирією, який сидить зараз в цьому залі. Це документ проти корпусу вартових ісламської революції, щоб, по суті, започаткувати проти них серйозні світові санкції і акції. تا یادم نرفته در مورد همین اتباع خارجی که میگی، 120 نفرش هم از رهبران کشورهای مختلف بودند که از برنامه 10 ماده مقاومت ایران برای جایگزین کردن حکومت ولایت فقیه حمایت کردند که این 120 نفر هم دیگه هر کدوم منتخب یه ملتی هن دیگه. حالا اینا رو داشته باش،
تا بگم برات که فقط 500 تا از همین شخصیت‌ها توی همون جلسه حضور داشتند. همون جلسه هست که تصویرش رو نمیتونید نشون بدید. نگاه کن، اینجا هم دارن با هم عکس میندازن تعدادشون. این ترکیب جمعیت اتباع خارجی رو میخوام یکم نگاه کنی. نمیدونم میشناسی یا نه، ولی وزیر، نخست وزیر، سناتور، نماینده، اینا هم جزو اتباع خارجی بودن. اما در مورد ایرانیا که گفتی، نمیدونم تو اون گزارشی که بهتون دادن این رو هم آوردن یا نه، ولی یه حدود 10,000 تصویری هم از داخل کشور پخش شد که اینا دیگه مال داخل کشور هستن ها، که با اون تصاویر و منظرهاش حتما آشنایی دارید خودتون. آزادی می‌آید و می‌تواند انتخاب ما مریم رجبی. حالا اینکه یه تعدادی هم توی اون جلسه با زوم وصل شده بودند یا از سالن‌های مختلف داشتن برنامه رو دنبال می‌کردن و دیگه برات نمیشمرم. اما در مورد خود تظاهرات حرف اصلی اینه که رژیم با بسیج کردن تمام امکاناتش پشت این بود که چنین تجمعی شکل نگیره. یادمون نرفته که هفته قبلش داشتن با دومشون گردو میشکوندن که تظاهرات لغو شده. و مکالمه 90 دقیقه‌ای رئیس جمهور فرانسه با رئیس جمهور محترم ما، فرانسه که هر سال نشست منافقین خلق رو برنامه ریزی میکرد و به اونها اجازه میداد و امکانات میداد، امسال اونها رو جواب کرده و ممنوع کرده. اینجا هم توی این گزارش تأخیری مجبور اذعان کنه که مقاومت ایران با قانون و حکم دادگاه به زدوبندهای رژیم برای لغو تظاهرات غلبه کرد. دولت فرانسه مجوز این تجمع را لغو کرده بود. در این شرایط بود که دادگاهی در فرانسه مجوز برگزاری تجمع سالانه در فرانسه را به منافقین داد. اما چیزی که اینجا نمیگه اینه که دادگاه این حکم رو فقط 1 روز قبل از برگزاری تظاهرات داده بود. یعنی تمام این صحنه ظرف 1 روز خلق شد. ببین، تمام زور دیپلماسی شانتاژ و تهدید و زدوبند برای این بود که حتی 1 نفر هم تو این میدون جمع نشه، چه برسه به اینکه چنین جمعیتی بیاد و این شعارها رو بده. مشابه همین گزارش آبدوخیاری تلویزیون رژیم توی برخی رسانه‌های دیگرشون هم بود، منتها دیگه بدون تصویر. یه خزعبلاتی فقط سرهم کردند. از جمله در خبرگزاری نیروی تروریستی قدس اینطور گفتند: تجمع کمرمق مجاهدین در فرانسه. مجاهدین میدانند که تجمع پاریس نه یک پیروزی بلکه یک شکست مفتضحانه دیگر برای این گروهک تروریستی به حساب می آید. دقت دارید این ادبیات رو برای مخاطبی نوشته با ضریب هوشی کمتر از کرفس. چون آدم معقول میگه تو میگی تجمعش کمرمق بود، شکست خوردن. خب سوال، چرا تصویر این شکست رو نشون نمیدی؟ باشه، شما نشون نمیدی، ما نشون میدیم. شات برات دارم دست نخورده بدون کات با صدای اصلی فول شات بهت میدم، کمرمق رو یکم حس کنی. نه حجاب اجباری، نه دین اجباری و نه حکومت اجباری. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس که نمیتونه غیظ و کینش از برگزاری این همایش رو پنهان کنه، در ادامه به یه فقره اشک تمساح برای شرکت کنندگان در گرد همایش پاریس هم متوسل میشه. شیوه برگزاری این همایش و شکل تدابیر امنیتی نشان داد با وجود احتمال هر گونه تهدید امنیتی و حتی برخورد پلیس فرانسه، هواداران خود را مانند گوشت قربانی بدون هیچ تدبیر امنیتی در خیابان گرد هم آورده بودند. این جمله اینقدر سورئاله که اگر خود تمساح هم بشنوه میره گیاهخوار میشه. آخه اولا شما خودتون همونایی هستید که دفعه قبل که این تجمع توی پاریس برگزار شد
دیپلمات فرستادید که توی این جلسه بمب بترکونه، بعد تو اومدی قصه تهدید امنیتی میخوری؟ اولین و آخرین تهدید امنیتی خود شمایید. دوما مجاهدین حفاظت این گردهمایی رو طوری تامین کردند که در میان آشوب‌های پاریس بی حادثه ترین تظاهرات برگزار شد، طوری که آقای پاتریک کندی هم با خانواده و بچه‌هاش روی سن ظاهر شدند. This is Nora. This is Harper. This is my wife Amy. And this is Marshall. بعد تازه سوختنشون از این ماجرا تموم نشده بود که سفر رئیس جمهور برگزیده مقاومت با دعوت پارلمانترهای ایتالیایی به این کشور صورت گرفت. اینجا دیگه اینقدر غافلگیر شدن که دست و پاشون رو گم کردن، بلافاصله سفیر احضار کردن. سفیر ایتالیا به وزارت خارجه احضار شد. علت این احضار میزبانی چند نماینده مجلس ایتالیا از سرکرده گروهک تروریستی منافقین اعلام شده است. در همین رابطه مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه خطاب به جزوپه پرونه سفیر ایتالیا در تهران گفته میزبانی چند نماینده ایتالیا از یک جنایتکار تروریست مصداق بارز ترویج و تشویق تروریسم است و جمهوری اسلامی ایران حمایت از تروریسم را در هیچ نوع و شکلی از سوی هیچ کس بر نمی‌تابد. البته اینجا هم با تهدید ادای گلادیاتورها رو در میارن، ولی در درون کاریکاتور هم نیستن. چون اولش سریع فاز تهاجمی گرفتن که دولت ایتالیا حداقل یک موضعی به نفعشون بگیره، اما اونم روی سرشون خراب شد، چون وزیر خارجه ایتالیا اومد گفت که ما اینجا دموکراسی داریم و هر کسی هم میتونه هر کاری که صلاح بدونه بدون نقض قوانین انجام بده و اینجا هم چیزی نقض نشده. دعوت کنندگان هم بیانیه دادن که کسی که خودش هر 5 ساعت یکی رو اعدام میکنه در نقطه‌ای نیست که به دیگران درس دموکراسی بده. این هم از اون تصاویریه که تلویزیون آخوندی هیچ وقت نمیتونه نشون بده، ولی تلویزیون سراسری ایتالیا نشون داد. Eccola Mariam Rajavi, presidente eletta della coalizione democratica che si oppone al regime. به نظر میاد که این قرص آکساری که تلویزیون رژیم با این گزارشات میخواست به بسیجی ها بده اساساً تأثیری نداشت، چون فعالیت‌های مقاومت همچنان ادامه داره و برق از سرشون پرونده. وقت بخیر و خدا نگهدار.